سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. این اولین ویدیو کاناله و امیدوارم که ازش شمایت خوبی بکنید و ازش خوشتون بیاد. و با ویدیو اول ببینم چیکار میکنه. ببینم کانال با این ویدیو اول میخوام که بره بالا، قشنگ حمایت اوکی بکنید که یه پیشرفت اوکی داشته باشین که براتون ویدیوهای خفن‌تر بذاریم و آموزش‌های بهتر و باحال‌تر. آموزش براتون آماده گذاشتم، فقط منتظر حمایت. پس بزنید بریم سراغ آموزش. آموزش ساخت شوکه رو داریم، نه اون شوکر دست ساز. میخوام آموزش کامل ساخت شوکر اصلی رو بهتون بدم که اون شوکرهای اصلی چطوری ساخته شده و بخواین بسازین با چه وسایلی بسازین. این شوکر اصلیه. جوابش هم باز کنم ببینید اینه که حالا با این کاری نداریم فعلا، با این کار داریم ما. این شوکر اصلیه، همونطور که میبینید یه دکمه داره که اینم چراغ قوه و این بعدی هم برای جرقش دیگه. این بغلا هم دیگه داره. حالا شما میتونید حتی وسایل داخلش هم تهیه بکنید و یه جعبه دیگه کلا باکس دیگه براش جداگونه خودتون درست بکنید. اصلا بیراش اینجا مهم نیستی، جلش اصلا مهم نیست، فقط وسایل داخلش مهمه که مثل شوکر اصلی باشه. حالا ببینید داری میزنیم. خب بریم با دیگه بازش بکنیم که ببینید داخلش چی است. من یه بار بازش کردم، برای همین راحت تر باز میشه. و این دوتا پیچ اینجا است و شوکرهای اصلی دوتا پیچ همین اینجا داره. پشت این جلده است، طوری باز میشه. یکم پیچش هم سفت بستم، میتونش خاموش شده باشه. و یه مشکلی که هست، من این وقتی بازش که کردم کلا قطعاتش آوردم بیرون و این لامپش این قرمزه کلا قطع شد و کلا دیگه روشن نمیشه. حالا ایسا یه لحظه الان نشون بدم. این قطع شد و حالا گفتم اگه شد همین الان بیایم وصلش بکنیم، بازش بکنیم، پیچاش گم نکنیم که بعد بشه. خب من اینجا دوتا دستمال کاغذی گذاشتم که تکون نخوره این وسایل داخلش، اینجا باشه. اینجا کلا با این کاری نداریم فعلا، با این کار داریم ما. این چیزای اصلیشه که باش کار داریم. اینا میدونید چرا نمیسوزه؟ به خاطر اینکه هر جاییش که ببینین یه دونه 220 اوه گذاشتن. این حالا بذار از نزدیک قشنگ نشون بدم. اینجا یه جای شارژشه، این لامپه برای شارژ که مثلا قرمز باشه که معلوم باشه. اینجا یه دونه خازن داریم برای افزایش ولتاژشه که اینجا میچسبه. اینجا این باتریه هست حالا، ولی این باتریش فرق کنه با اونا. این شکلش فقط فرق کنه، شکلش فرق کنه، ولی شما میتونید از این باتری هم استفاده بکنید. این باتری های 3.7 میلی آمپره یمونم اینا، که به جای این باتری هم میتونید استفاده بکنید.
که این حالا فرقی هم نمیکنه اصلا، ولی حالا این خودشون میگه برای جای کمتر اینا گذاشتم. 3 تا باتریه که اینا با میشه 3.5 آمپر. خب و اینجا هر جا میبینید یه دونه 220 اوم گذاشتن که نسوزه دیگه. اینجا یه دونه هست، اینجا یه دونه، اینجا هم یه دونه، اینجا هم یه دونه دیگه. و اونایی که دیدین مثلا این ماژوله رو جلش میکنن، این نکنده اصلیه و همینطوری گذاشته باشه. و حالا بهتون سیماشو توضیح بدم که اینجا یه دونه 220 اوم هم داریم که این وصل میشه به لامپ قرمز این، که حالا این قطع شده. گفتم حالا شد وصلش بکنیم، که حالا شد تا آخرش براتون وصل میکنم که ببینید. و اینجا برای کلید جرقه زدنش این که میبینید وصل شده به ماژوله. و این یه دونه 220 اوم وصل شده به این که اینم نسوزه دیگه. و اینا هم طور که میبینید خودش وصل کلن به اون آخره، یه دونه کلیده. و این اگه وصلم نبود کلن میتونید به این وصل کنید. این ماژول 2 تا سیم داره برای اتصال ولتاژش و یه دونه هم برای اینکه قطع و وصل بشه هست. میتونید وصلش بکنید به این. اینم که وصل شده به اون کلیده که وقتی زدین دیگه جرقه بزنه. و این دوتا هم سر میتونید به هر چیزی وصلش کنید، حالا 2 تا پیچه و این میله. حتی به این میله هم دست بزنید بازم اون برق داخلشه. و این که میتونید اینا رو وقتی خودتون خواستید مثلا دستی درست کنید داخل جعبه یا مثلا قطعه دستساز، این دوتا رو به یه پیچ یا میخ وصل بکنید که از اون برق بیاد بیرون. و این دیگه جزئیات زیادی نداره، فقط همین سیماش خورده مشکل داره که سیماش هم بهتون توضیح دادم. این دو تا بالایی که هیچی، این هم 2 تا پایینش آبی و قرمز داره که قرمز وصل میشه به این جرقه زدن این برای دکمه این، یکیش هم وصل میشه به این 3 تا حالتش که بخواد مثلا رفت حالت 3 این بزنید دیگه جرقه‌شو بزن. و یه دونه سیم سفید هم از این طرف وصل باتری شده و شارژر. و یه سیم آبی هم از طرف این خازنه وصل شده به این طرف. اینجا که نگاه کنید سیم آبیه وصل شده به این. و یه دونه خازن هم این وسط آورده با این لامپ قرمزه که وقتی این حالت 3 که رفت لامپ قرمز روشن شده. من لامپ قرمز خراب شده، اینجا به خازن قطع شده، حالا باید لعیمش کنم که منم حالا درستش میکنم دیگه. و این سیم زردم به این پایین خازنه وصل میشه که اتصالش اونجا برقرار بشه. اینجا هم یه 220 اوم داره که برای این لامپش هست. لامپش بهتون نشون بدم. این اومده به این ور و لامپ سبزم همونطور که میبینید به این وصل شده. این سیم سبزه اومده این ور به نمیدونم زیر این منفی یا مثبته وصل شده به لامپه. و یه دونه به این وصل شده که برای لامپ روشن بشه. ما این هم میذاریم سر جاش. خودستان ما بیاین اینا رو بذاریم اینجا که اینا دیگه تکون نخوره. طوری بذاریمشون.
یکم سخت جا میره. خب این تا اینجاش پیچاشو بیاریم، از این پایین ببندیمش اصلا. محکمش میکنیم که یه وسایل خودش تکون نخوره. برای این دو دستمال کاغذی هم من گذاشتم که یه آن تکون بخوره یه چیزیش قطع بشه کلا اتصالی میکنه دیگه. اما اینو دوستان اگه حمایت از این ویدیو خیلی بالا باشه، خوب باشه، براتون آموزش ساخت شوکر دستساز، یعنی با همین امکانات و همین جزئیات براتون میسازم و میذارم، کاملا دستساز باشه، یعنی اصلی نباشه، براتون میگیرم میذارم. و میخوام یه چیزی رو بهتون لو بدم. ویدیو بعدی قرار آموزش ساخت این باشه دیگه، یعنی همین خودش اصلیه. همه چیزای ما هم کلا آمریکاییه دیگه. آمریکایی اصلا یه چیز دیگه است. آموزش ساخت اونا رو بخوایم بهتون بدیم و این هر چیزی که اول بخوایم بهتون آموزش بدیم اون چیز اصلیه، یعنی بهترین حالتش بخوایم بهتون آموزش بدیم و با اون چیزی که خودمون میخوایم درست بکنیم مقایسهش میکنیم دیگه. حالا ببینم این ویدیو چقدر ازش حمایت میکنین که براتون ویدیوی بیشتر بذاریم و انتظارم داریم که ازمون حمایت بکنید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک، کامنت، سابسکرایب بزنید که اون انرژی و هر سوالی نظری داشتید داخل کامنت برام بنویسید که حتما جواب میدید. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.